دیروز با اشتراک رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده مرکزی بازآموزی و تکمیل اختصاصی کارمندان اتفاقهای کسبی ولایتی سوخت که در آشیانه چهارم بینای تشکیلات قرار دارد به فعالیت خود شروع نمود. مرکزی بازآموزی و تکمیل اختصاصی کارمندان اتفاقهای کسبی ولایتی سوخت منبع برای کارمندان اتفاقهای کسبه، راهبران و متخصصان حفظ مهنتی تشکیلات و مؤسسه‌ها کورس‌های کوتاه مدت با جلب آموزگاران و متخصصان ورزیده برای خواهد ماند. درس‌ها در 5 اتاق تجهیزانیده شده برگزار خواهد شد. رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده در ملاقات با ولنتیاران اختیاران اتفاقهای کسبی ولایتی سوخت آید به نقشه‌ها و دورنمای همکاری‌ها اظهار نظر نمود. زمانی بود 16-17 ساعت از دوشنبه به خوجند آمدن نمیتونید. 3 ماه تا 4 ماه بدخشان رفتن نمیتونستیم. امروز صبح میخیزیم شام در بدخشانه. یک قریب 800 کیلومتر راه است. راههای کوهی، راههایی که همون دولت ابرقدرت شوروی حتی فکر نمیکرد که ما ساز کرده توانه. برای همین شما با قولی که در یک اوج روند سازندگی اومده. ضمن بازدید مهمانان از کتابخانه گنج سخنی نزد اتفاقهای کسبه آشنا گردیدند. کتابخانه دارای 4000 کتاب بوده درهای خود را برای کارمندان ساحه همیشه باز می‌دارد. رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده ضمن سفر کاری خود به ولایت سوخت در پلنیوم نهم شورای اتفاقهای کسبه ولایت سوخت شرکت ورزید. در پلنیوم نخست نقطه‌های مهمی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مورد بررسی قرار گرفت. ذکر گردید که پیام امسال به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مردم شریف مملکت در حال ارائه گردید که تمام ساختارهای دولتی و جمعیتی برای سزاوار استقبال نمودن 30مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری آمادگی میگیرند. پیشوای ملت ضمن ارائه پیام اظهار نمودند که سال 2020 در سراسر جمهوری 18300 انشاءات استحصالی، اجتماعی و فرهنگی به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت به نقشه گرفته شده بنیاد خواهد شد که بیشتری آنها انشاءات‌های ساحه معارف، تندرستی و ورزش بوده. با همین راه ده‌ها هزار جایهای نوی کاری مهیا کرده می شود. سپس آید جنبسته فعالیت کاری شورای اتفاقهای کسبی ولایتی سوخت در سال 2020 و وظیفه ها برای سال 2021 رئیس شورای اتفاقهای کسبی ولایتی سوخت شریف الله عبدالله زاده معرضه نمود. در پلنیوم آزمون ها بخشیده به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اعلان کرده شد. در سال 2020 یک جای با کارمندان کمیته های صاحبی ولایتی زیاده از 38 سمینارهای آموزشی و دستوردهی با اشتراک رئیسان اتفاقهای کسبه، سرمحاسبان، مدیران شعبه های کادرها و فعالان اتفاق کسبه گذرانده شد که این برای بلند برداشتن درجه دانش آنها مساعدت نمود. رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبی مستقل تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده همراه راهبریت شورای اتفاقهای کسبی ولایت و رئیسان کمیته های صاحبی و فعالان در گشادی رسمی لوحه فخری اتفاقهای کسبی ولایتی سوخت اشتراک نموده به 15 نفر فعالان شهادتنامه افتخاری و هدیه‌های خاطره‌ای را تقدیم نمود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.